سلام. هنوز موقع خرید لوازم آرایش اونا رو صورتت امتحانشون میکنی؟ کاملا اشتباهه. بیا بهت بگم چی رو کجا و چه جوری تستش کنی. نزدیکترین و شبیه ترین قسمت به زیر چشم برای امتحان کانسیلر بین 2 انگشت شست و اشاره است. شبیه ترین قسمت به لب ها که بهترین جا برای امتحان رژ لب هستش بند انگشته که پیگمنت رژ لب رو بهتر از روی دست نشون میده. بهترین جا برای امتحان هایلایتر پشت دسته و شبیه ترین قسمت به پشت پلک برای امتحان کردن سایه چین خوردگی پشت انگشتامونه و بهترین قسمت برای امتحان کردن رژ گونه روی مچ دستمونه. هیچ وقت یادت نره برای جلوگیری از هر گونه بیماری پوستی و جوش نباید چیزی رو صورتت امتحانش کنی. دیگه نبینم چیزی رو صورتت امتحانش کنی یا. برای ویدیوهای بیشتر حتما لطفاً با من همراه شوید.